بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس فصل ششم ریاضی پایه هفتم قسمت اول توسط خانم بهشتی، دبیر ریاضی منطقه 11 تهران. خب بچه ها، همونطور که تو شکل میبینیم ما داریم در واقع اجسام مختلف میبینیم با شکل‌های متفاوت. بعضی از اجسام هستن که شکلشون هندسی منظمه. یعنی چی هندسی منظم؟ یعنی ما برای محاسبه حجم اونها میتونیم از فرمولای خاصی که به شما یاد میدیم استفاده کنیم و حجم اونها رو محاسبه کنیم. اونها تو اون دسته‌بندی حجم‌های ما قرار دارن. خب اما بعضی از اجسام هم هستن بچه شکلشون خیلی پیچیده است و وقتی شما میخوای حجم اون رو حساب کنی انقدر مثلا این شکلش پیچیده است که باید به قسمت های مختلف تقسیم کنی که هر قسمتش مثلا یک نوع حجمیه، حجم هر قسمت رو حساب کنی و با هم جمع کنی که کار سختیه. برای اونها هم خواهیم گفتش که اون شکل‌هایی که مثلا فرض کن یه قلب سنگی که از ته زمین شما برداشتی و شکلش آنچنان غیر هندسیه که شما نمیتونید که در واقع از فرمول خاصی حجمش رو حساب کنید. چه کار کنیم؟ حتما براتون بیان خواهیم کرد در اسلایدهای بعدی. خب میگه به اطراف خودتون نگاه کنید، آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشه؟ بچه آیا ما پیدا میکنیم جسمی که اصلا تو فضا حجمی رو اشغال نکنه، جایی رو نگیره؟ چنین چیزی وجود نداره. ممکنه حجمش کم باشه یا زیاد باشه، اما جسم بدون حجم نداریم، بالاخره یک جایی رو میگیره. میگه آیا همه اونها شکل هندسی دارن؟ خب بعضی از اونها شکل هندسی دارن، منظمن، مرتبن و بعضیشون نامرتبن و پیچیدن که از چندین شکل هندسی تشکیل شدن. آیا میتونیم یه طبقه بندی برای انواع حجم ها ارائه کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ میتونیم چه این کاری بکنیم. بچه حجم رو میتونیم به دو دسته هندسی و غیر هندسی تقسیم کنیم. حجم های هندسی میگه شکل های مشخص شده و تعریف شده ای دارن. مثلا ما اونها رو به سه دسته تقسیم میکنیم. حجم های هندسی رو منشوری، کروی و هرمی یا ترکیبی از اینها. پس بنابراین به ذهنت بسپر این فصلمون یه قسمتایی هستش که باید توضیحش رو برای خودت بیان کنی چندین بار که کاملا بره تو حافظت. پس حجم‌های هندسی حجم‌هایی که بچه‌ها شکلشون مشخصه و فرمول خاصی دارن. به سه دسته تقسیم میشن. چیا بودن؟ منشوری، کروی و هرمی. خب در تصویر فعالیت بالا، همون تصویری که نشون داده بودیم، حجم‌های هندسی رو تیک آبی بزن، غیر هندسی هم ضرب در بزن. در حجم‌های هندسی نوع اون رو تعیین کنی که ما یکی یکی توی صفحات بعد بیشتر توضیح میدیم که شما نوع اونها رو در واقع بشناسی. و حجم‌های ترکیبی هم بازم تو صفحات بعد باش آشنا میشیم. پس فعلا بریم سراغ اسلایدهای بعدی. خب بچه یادتون باشه که حجم‌های هندسی که به سه دسته تقسیم می شدن، یکی از اون حجم‌ها حجم‌های منشوری بود. خب حالا نگاه کنید حجم‌های منشوری رو. پس بنابراین شما می‌بینید که این سه تا شکلی که این بالا رسم شده براتون خب یک ویژگی خاصی دارن. به اینا میگیم منشور بچه‌ها. خب چه ویژگی خاصی دارن؟ ببینید هر سه تا شکلی که توی این قسمت بالا رسم شده میبینید که دو تا قاعده موازی دارن. مثلا استوانه رو نگاه کن، سبز رنگ سمت راست. استوانه رو نگاه کن، یه دایره بالا داره، یه دایره هم پایین داره. یعنی دو تا قاعده دایره شکل داره که مساوی هن و موازی هم دیگه هم هستن. خب و بقیه منشور ما بین این دو قاعده موازی قرار گرفته. یا مثلا مکعب مستطیل آبی رنگ رو نگاه کن، ما به اونم میگیم منشور. چرا میگیم منشور؟ چون دو تا قاعده موازی داره که بقیه اون در واقع مکعب مستطیل ما بین این دو تا قاعده قرار گرفته. و همچنین اون یکی منشوره که قاعده از 6 ضلعی منتظمه، نگاه کن، یک 6 ضلعی بالا هست، یک 6 ضلعی پایین هست، کاملا هم با هم موازیان و بقیه این منشور ما بین این دو قاعده موازی قرار داره. خب خیلی خوب، بیاین حالا این تعریف که نوشتیم بخونیم. منشور از دو سطح موازی و هم نهشت. بچه هم نهشت یعنی برابر، به نام قاعده های منشور و همچنین سطح های دیگر که متوازی الاضلاع هستند به نام وجه های جانبی تشکیل میشه. پس بنابراین دخترای گل ما تو اون آخریه سمت چپه کاملا دارن میبینن که
پهلوهاش یک سری مستطیل هایی داره. خب مستطیل هم نوعی متوازی الاضلاع دیگه، به خاطر اینجا گفته متوازی الاضلاع. پس بنابراین از چندین تا و در واقع وجه های جانبی، از چندین تا جانبی بچه یعنی کناری، از چندین تا مستطیل یا متوازی الاضلاع فرق نمیکنه، 4 ضلعی کناری تشکیل شده که بهش میگیم وجه های جانبی و 2 تا قاعده موازی بالا پایین قرار گرفته. به چنین شکلی میگیم چی؟ میگیم منشور. میگه پاره خط هایی که محل تلاقی سطح های جانبی و همچنین سطح های جانبی با 2 قاعده هستن یال های منشور میگیم. بچه این شکل پایین رو نگاه کنید. اگه شکل پایین رو نگاه کنید یه سری خط های قرمز و یه سری پاره خط های سیاه میبینیم اون بالا. خب 4 تا پاره خط سیاه بالا میبینم، 4 تا پایین میبینم، 8 تا، 4 تا هم طرفین میبینم، میشه چقدر؟ 12 تا. این پاره خط ها رو ما بهش میگیم یال. یال یعنی چی بچه ها؟ هر جا که 2 تا وجه همدیگر رو قطع کنن، خب چه اتفاقی میفته؟ 2 تا وجه همدیگر رو قطع کنن، از قطع کردن 2 تا وجه با همدیگه چی به وجود میاد؟ یال به وجود میاد. همون زل هاشه. شما تو دبستان بهش میگفتین زله، حالا اینجا اسم زل رو میذاره یال. فقط تعریفش رو پس بدونیم. هر جا وجه ها همدیگه رو با همدیگه برخورد کنن، همدیگه رو قطع کنن، سطح های جانبی با همدیگه یا قاعده رو قطع کنن، پس 2 تا سطح جانبی همدیگه رو قطع کنه یا قاعده رو قطع کنن، یه سری پاره خطایی به وجود میاد که بهش میگیم ضلع یا یال این در واقع منشور. و هر وقت که نگاه کنید یه سری رأسایی هم داریم دیگه، میبینید رأس A، رأس B، C، D نقطه گذاشته براتون. 4 تا رأس بالا میبینیم، 4 تا رأس پایین میبینیم. کلا چند تا رأس داره؟ 8 تا رأس داره. خب رأس چجوری به وجود میاد؟ اگه خوب نگاه کنید هر جا 3 تا سطح به هم برخورد میکنن. قشنگ نگاه کنید تو کنج قرار گرفته. کنج اتاق تو نگاه کن. کنج اتاق نگاه میکنین میبینید 3 تا صفحه همدیگر رو قطع کردن، 3 تا سطح همدیگر رو قطع کردن و یک کنج رو به وجود آوردن. پس بچه پایین نوشته نقاط برخورد هر 3 سطح منشور. هر وقت 3 تا سطح منشور یا 3 تا صفحه فرق نمیکنه همدیگر رو قطع کنن چی به وجود میاد؟ رأس منشور به وجود میاد. پس شما اینجا تعریف رأس رو یاد گرفتی، تعریف یال رو یاد گرفتی، تعریف منشور رو یاد گرفتی. فهمیدی منشور یعنی هر شکلی که در واقع بین 2 قاعده موازی قرار بگیره بهش میگیم چی؟ میگیم در واقع منشور. و از یک سری وجه‌های جانبی تشکیل شده که بین این 2 تا قاعده قرار گرفتن. یال رو فهمیدید چه جوری به وجود میاد؟ فهمیدید 2 تا وجه منشور همدیگه رو قطع کنن یا هر وجهی فرض کنیم قاعده رو قطع کنه، یه دونه یال به وجود میاد. فهمیدید چه جوری رأس منشور به وجود میاد؟ چه جوری به وجود میاد؟ اگه 3 تا سطح تو منشور همدیگه رو قطع کنن یه دونه رأس به وجود میاد. الان این منشور من چند تا رأس داشته؟ 8 تا. چند تا یال داشته؟ 12 تا. خب استوانم تو همون شکلا بود دیگه بچه. استوانم نوعی منشوره. چرا؟ چون 2 تا قاعده موازی و مساوی بالا پایینش داره، موازیان و مساویان. خب اما تعریف خاصی آیا ما برای چیز داریم؟ برای به اصطلاح استوانه داریم بگیم؟ بچه استوانه نوعی منشوره. لطفا حرف منو بنویسید. استوانه نوعی منشوره که قاعدش دایره شکل هستش. اگر که ما بیایم منشورمون رو قاعدش رو کنیم دایره شکل، چه اتفاق میافته؟ در واقع اون منشور ما تبدیل میشه به استوانه. اسمش رو میذاریم استوانه. میگه استوانه شکل فضایی شبیه منشوره که 2 قاعده آن به جای چند ضلع 2 تا دایره مساوی هست. پاره خطی که بر 2 قاعده استوانه عمود باشه میگیم ارتفاع استوانه. این استوانه ما اون پاره خط قرمز 2 طرفش میبینی؟ ما به این میگیم ارتفاع استوانه. ارتفاع استوانه فاصله عمودی بین 2 تا قاعده های موازی و مساویشه. خب حالا میخوام بریم سراغ حجم های هرمی. ببینیم هرم یعنی چی. شکل خوب نگاه کنید بچه. هرم به نظرتون چند تا قاعده داره؟ یه دونه قاعده داره. میبینید اینجا رو نگاه کن، این شکل زرد رنگ پایین سمت راست رو نگاه کن. میبینید یک قاعده دایره شکل داره و سلام، یه قاعده بیشتر نداره و یک قسمت نوک‌تیز داره اون بالا. اون قسمت نوک‌تیز بالا رو بهش میگیم رأس هرم. خب و همچنین شکل سمت چپ هم براتون یک هرم کشیده. قاعدش چند ضلعیه؟ قاعده این 6 ضلعیه.
بچه اون پایین سمت چپ رو نگاه میکنید، هرمی داریم با قاعده 6 ضلعی. ما به چنین هرمی میگیم هرم 6 وجهی، چرا که اگه بشمرین میبینید 6 تا سطح جانبی داره، در واقع از 6 تا مثلث تشکیل شده. خب یه ذره که خوب فکر کنین متوجه ویژگیاش میشین. پس هرم بچه الان این هرم سمت چپ پایین از 6 تا مثلث تشکیل شده، مثلث های برابر، که این 6 تا مثلث انگار بچه کله هاشونو، یعنی اون رأس بالاشونو چسبوندیم به هم. درسته؟ پس ببین اگه ما 6 تا 5 تا مثلث 4 تا 3 تا فرق نمیکنه بیایم چیکار کنیم، این تعداد مثلث رو حالا کمتر یا بیشتر بیایم و مساوی باشن کنار هم طوری بچینیم که همه این مثلث ها رأس بالاشون کلشون اون بالا رو به هم بچسبونن، یه شکل فضایی به وجود میاد که بهش میگیم هرم. اول تعریف منو بشنو بعد نوشته های این قسمت رو. هرم پس از چندین در واقع مثلث تشکیل شده، از چندین مثلث که همه این مثلث ها تو یک نقطه به نام رأس با هم مشترکن، یعنی کلهاشون چسبوندن تو اون رأس بالا به هم، یه شکل فضایی رو به وجود آوردن که بهش میگیم هرم. و هرم یک وجه در واقع زیرین داره، به اون وجه زیرین میگیم قاعده، به اون وجه پایینی میگیم چی؟ قاعده. هرم ما فقط یک قاعده داره و یه دونه رأس هم اون بالا داره و از چندین وجه جانبی تشکیل شده. خب بریم سراغ نوشته های این ببینیم چی میگه. میگه هرم یک چند وجهیه، راست میگه، چند وجه داره دیگه، وجه های اطرافشو داره میگه که همه وجه های آن بجز یکی. چرا میگه بجز یکی؟ چون که اون پایینیه، وجه پایینیه رو بهش میگیم قاعده اون هرم. پس همه وجه های جانبیش بجز یکی که اون پایینه توی یک رأس بالا با هم مشترک هستن. وجهی که رأس‌های هرم در آن قرار ندارن اون پایینیه رو بهش میگیم قاعده هرم. پس ببین اون وجه پایینی هرم رو بهش میگیم قاعده هرم که ربطی به رأس نداره، رأس اون بالا. ولی وجه‌های کناری دیگه که همه توی اون رأس بالا مشترکن بهشون میگیم وجه‌های جانبی. وجه‌های دیگر رو بهش میگیم وجه‌های جانبی، همواره به شکل مثلث هستن. رأس مشترک بین وجه‌های جانبی رو رأس هرم میگیم. خب پس ما هرم رو شناختیم. یه دور پیش خودتون تکرار کنید. هرم از چندین تا مثلث تشکیل شده، این مثلث ها وجه های جانبی در واقع هرم ما هستن، همه اونها در نقطه‌ای به نام رأس هرم مشترک هستن. همچنین هرم ما یک وجه زیرین داره که بهش میگیم قاعده هرم. فرق هرم با به اصطلاح منشور چه فرقی داشت با هم دیگه؟ کم فکر کنید. منشور دو تا قاعده موازی و مساوی داشت، اما هرم یک دونه قاعده داره و یک دونه رأس. درست شد؟ خب بچه مخروط، حالا زرد پایین نگاه کن، آیا مخروط هم بچه نوعی هرمه؟ بله، چون یه دونه قاعده داره و یه دونه رأس داره. اما چی میشه چه اتفاقی میفته هرم من تبدیل به مخروط میشه؟ اگر هرم من قاعدش دایره شکل باشه اون وقت به چنین هرمی میگه مخروط. پس یادت نره تعریف مخروط رو. پس اگر هرمی قاعدش دایره شکل باشه به اون هرم چی میگیم؟ مخروط میگیم. خب حالا میخوام بریم سراغ حجم‌های کروی، همین شکلش که میبینی. خب این مثل توپ میمونه، مثل کره زمین میمونه. خب چه ویژگی داره؟ یه ذره فکر کن که چه تعریفی براش ارائه بدیم. آیا قبول داری که تمام نقاطی که روی سطح بیرونی کره قرار گرفتن، کره از تعداد زیادی نقطه به وجود اومده دیگه، درسته؟ خب اون نقطه هایی که روی سطح توپ ما قرار گرفتن، آیا همه اونا هم فاصله هستن از مرکز کره؟ بله. پس کره از تعداد زیاد نقطه به وجود اومده که فاصله همه اون نقطه هایی که روی سطح کره قرار گرفتن از یه نقطه‌ای به نام مرکز کره مقدار ثابته. خب مقدار ثابت اسم شعاع کره هست، درسته؟ پس بنابراین کره از تعداد زیاد نقطه تشکیل شده، فاصله همه اونها از مرکز کره به اندازه مقدار ثابت شعاع هستش. ممنونم که علاوه بر تعریف‌های کتاب حرفای منم میشنوی، مینویسی و همین الان حفظ میکنی و بیان میکنی. خب حجم‌های منشوری بین دو صفحه موازی قرار میگیرن. به این دو سطح موازی که سطح منشوری رو قطع میکنن قاعده میگیم و به سطح‌های اطرافی اون وجه‌های جانبی میگیم. هر وقت سه تا سطح هم دیگر رو قطع بکنن بچه‌ها رأس به وجود میاد.
دو تا سد برخورد کنن همدیگه رو یال به وجود میاد که اینا رو قبلا بیان کردیم. خب حالا این شکل رو نگاه کن ببینم میتونی یه الگو پیدا کنی، چه رابطه ای وجود داره، ما چجوری رأس و یال های یه منشور رو بیان کنیم. خب منشوری که شما الان داریم مشاهده میکنیم منشور 4 وجهیه، 4 تا وجه کناری داره. ببین تعداد وجه های جانبی 4 تا، کناریاشو داریم میگیم جانبی. خب بچه ها رأساشو بشمرین، 4 تا بالا 4 تا پایین میشه 8 تا رأس. یالاشو بشمرین تمام ضلعاشو 12 تا. آیا الگوی خاصی رو پیدا کردی؟ قاعده چند تای بچه ها؟ قاعده هم 2 تایی که بالایی که پایین. خب تمام منشورا 2 تا قاعده دارن دیگه. آیا الگوی خاصی داری پیدا میکنی؟ یه بار دیگه با دقت نگاه کن. تعداد وجه‌های جانبی 4 تا، رأسا 8 تا، یعنی انگار اون 4 رو 2 برابر کرده باشی. یال ها 12 تا، یعنی اون 4 رو انگار 3 برابر کرده باشی. ها انگار یه الگوه. ببینید تو شکل‌های بعدم اتفاق میفته. پس تا الان چنین الگویی دستگیرم شد. اگه تعداد وجه‌های جانبی رو 2 برابر کنم تعداد رأسا به دست میاد، 3 برابر کنم تعداد یال ها به دست میاد. بریم سراغ شکل‌های بعدی. خب اینجا ما منشور 3 وجهی داریم. خب این منشور 3 وجهی ما 2 تا قاعده داره. همه منشور 2 تا قاعده دارن. پس تعداد قاعده ها می‌بینید پایین نوشته 2 تا. خب تعداد وجه‌های جانبی 3 تا. بچه چند تا رأس داره؟ 3 تا بالا 3 تا پایین میشه 6 تا. چند تا یال داره؟ همه ضلعاشو بشمر می‌بینی 9 تا یال داره. آیا اون الگویی که بهت گفتم اینجا برقراره؟ وجه‌های جانبیش 3 تاه. تعداد رأس‌ها 3 ضرب در 2 یعنی 6 تا. تعداد یال ها 3 ضرب در 3 یعنی 9 تا. پس ببین تعداد رأس و یال ها رو میتونیم از روی تعداد وجه‌های جانبی به دست بیاریم. خب این شکل هم یک در واقع منشوری هستش که 5 پهلوه. چرا 5 پهلوه؟ چون قاعدش 5 ضلعیه. وقتی قاعده هاش 5 ضلعی باشن خب طبعا میشه 5 پهلو. خب پس تعداد وجه‌های جانبی 5 تا. خب هر منشوری طبعا 2 تا قاعده داره، پس قاعده‌اش 2 تا. آیا اگه شکل رو نداشتی، الان شکل رو داری میبینی و رأساشو میشموری و یالاشو میشموری، اگه شکل رو جلو چشمت نداشتی فوری میتونستی بگی چند تا رأس داره؟ بله، چون دختر ما یاد گرفته تعداد وجه‌های جانبی منشور 5 تا باشه 2 برابر میکنیم میشه 10 تا رأس، اونو 3 برابر میکنیم میشه 15 تا یال. خب میگه آیا به الگوی خاصی رسیدی؟ بله که رسیدیم. بچه ها نگاه کنید، میگه اون خطی که نوشته رأس ها رو نگاه کن. تعداد رأس ها بچه 2 برابر تعداد وجه ها. این نوشته از لای قاعده، ممکنه شما اشتباه کنید، به حرف من گوش بدین بچه ها. تعداد رأس ها می نویسین 2 برابر تعداد وجه های جانبی. تعداد یال ها چطور؟ 3 برابر تعداد وجه های جانبی. پس ما این الگو رو در واقع پیدا کردیم. الان به ما بگن یه منشور 20 پهلو داریم، فوری میگیم 20 پهلو باشه یعنی چند تا رأس داره؟ یعنی 40 تا رأس داره. و چند تا یال داره؟ 20 ضرب در 3 60 تا یال داره. خب میگه برای اینکه در نام بردن یال و رأس چیزی جا نیفته از چه راهبردی استفاده کردیم؟ تفکر نظامدار منظورش همون پیدا کردن الگو هست. آیا استوانه هم یک حجم منشوری است بچه‌ها؟ بله. چرا؟ چون بین 2 قاعده موازی و مساوی قرار داره. خب میگه حالا بیا با خمیر مجسمه سازی مقطع بزن بچه‌ها. مقطع زدن ببینیم یعنی چی. این شکل استوانه رو نگاه کن. فرض کن که حالا به جای خمیر مجسمه سازی من از یک کلمه خوشمزه تر استفاده کنم. فرض کن که کیک داریم، کیکی که شبیه استوانه هست. چاقو گرفتیم میخوام برش بزنیم. بچه اگر شکل پایین رو نگاه کن لطفا. اگر تو شکل پایین چاقو رو کاملا موازی قاعده نگه داریم برش بزنیم و از بالا نگاه کنیم دایره دیده میشه. درسته؟ پس من یک کیک استوانه شکل دارم، چاقوم رو موازی قاعده قرار میدم، قاعدهش افقی بود دیگه، و از بالا که نگاه میکنم چه شکلی میبینم؟ دایره میبینم. اما اگه مثل شکل بالا، اولین شکل بالایی، بیام چاقومو کج بگیرم، موازی قاعده نگیرم و برش بزنم، چه شکلی میبینم؟ بیضی میبینم. شکل به وجود اومده یه دایره کشیده میشه که میشه چی؟ بیضی. خب بچه ها پس بنابراین میگه به این کار میگیم مقطع زدن.
بستگی داره ما چگونه مقطع بزنیم. اگر چاقومون رو موازی قاعده بگیریم، مقطعی که زده میشه، برش داده میشه، همیشه میشه شکل قاعده. استوانه من کفش دایره شکله. اگه چاقو رو درست بگیرم، موازی دایره پایینی برش بزنم، طبعا از بالا نگاه میکنم، عمودی نگاه میکنم از بالا، حتما دایره میبینم. آیا ممکن است مقطع یک کره و یک استوانه هم شکل باشن؟ بچه به شرطی که به یک شکل برش بزنیم دیگه. یعنی استوانه رو میخوام برش بزنیم کاملا همونطور که توی شکل قبل توضیح دادیم برش بزنیم، چاقومون رو موازی قاعده پایینیش بگیریم که دایره ببینیم. کره هم که ما میخوام برش بزنیم، به گونه‌ای برش بزنیم که وقتی از بالا نگاه میکنیم دایره ببینیم. درسته؟ پس بنابراین اگه میگه برش در هر دو شکل به یک صورت انجام بگیره، مقطع هر دوتا رو ما به شکل دایره خواهیم دید. آیا ممکن است مقطع یک منشور و یک هرم هم شکل باشن؟ منشور، هرم. خب بچه ها مثلا منشورمون 3 پهلو باشه، هرممون 4 پهلو باشه، اصلا امکان نداره شما حتی موازی قاعده برش بزنی تو یکی داری قاعدش 3 ضلعیه، اون یکی 4 ضلعی داری میبینی. پس شرط داره بعد هر دوتا اینها تعداد پهلوهاشون مثل هم باشه، قاعدهشون به یک شکل باشه و ما هم درست به برش بزنیم، یعنی کج برش نزنیم، موازی قاعده برش بزنیم. اگر که اینا هر دوتاشون به یک شکل باشه، قاعده هاشون به یک صورت دیده میشه. خب میگه یک استوانه از دید بالا به چه شکلی دیده میشه؟ بچه ها به یک استوانه عمودی از اون بالا نگاه کنیم، خب طبعا دایره میبینیم. یک منشور 6 پهلو از بالا عمودی نگاه کنی، 6 پهلوه یعنی قاعدش 6 ضلعیه دیگه. پس عمودی از اون بالا نگاه میکنی چی میبینی؟ در واقع یک 6 ضلعی میبینی. خب بعد میگه فرض کن که یک منشور داشته باشی که قاعدش 6 ضلعیه، اونو گذاشته باشی داخل استوانه. پس یک منشور رو که قاعدش 6 ضلعیه منتظم یعنی چی؟ یعنی که ضلعاش با هم مساویه، زاویه‌اش هم با هم مساوی. ما گذاشتیم روی قاعده دایره شکل استوانه از بالا نگاه کنیم. از بالا که نگاه کنیم در واقع عمودی داریم نگاه میکنیم دیگه، از استوانه دایره‌اش رو میبینیم. از این منشور 6 پهلو هم داریم 6 ضلعیش رو میبینیم، انگار یک 6 ضلعی داخل یک دایره قرار گرفته باشه. خب میگه که شکلای زیر رو نگاه کن، به نظرت از چه حجمایی تشکیل شده؟ خب سمت راست رو نگاه کن لطفا. شما پایین یک استوانه میبینی که یه دونه مخروط روش قرار گرفته. استوانه بالا سرش چی؟ مخروط. خب شکل وسط شبیه سوت میمونه نه بچه ها؟ از چی تشکیل شده؟ از یک منشور 4 پهلو تشکیل شده و یه نیم استوانه، نصف استوانه است دیگه، کامل نیست. و اون رنگیه رو نگاه کن، یک منشور 4 پهلو میبینی که چسبیده به یک منشور چی؟ 3 پهلو. خب و همچنین شکل سمت راست رو باز نگاه کن. خب پایینش چی قرار گرفته؟ یک منشور قرار گرفته که چند پهلوه؟ 6 پهلوه. چرا 6 پهلوه؟ چون قاعدش 6 ضلعیه. و بالا سرش یه هرم گذاشتن، هرمی که قاعدش 6 ضلعی بوده، پس در واقع 6 پهلوه هرم ما. و همچنین شکل وسط یک استوانه داریم که توش چی قرار گرفته بچه ها؟ یک منشور 4 پهلو قرار گرفته داخلش. و شکل سمت چپ پایینش یک منشور 4 پهلو و روش یک منشور 3 پهلو قرار گرفته. خب میگه حجم مقابل رو از 4 جهت نگاه میکنیم. این حجم از 4 طرف به چه شکلی دیده میشه؟ بچه شکل پایین ها، صورت رنگ پایین رو نگاه کن. از بالا که نگاه کنی خب ببین این مثل چی میمونه؟ شما وقتی سوار هواپیما میشی و خیلی تو ارتفاع میری، اون بالاها پایین، از اون بالاها خونه های پایین رو نگاه میکنی. درست خونه ها شکل های متفاوت دارن دیگه و تعداد طبقات خونه ها متفاوته، یکی کوتاه، یکی بلنده، یکی پهنه، یکی نازکه. ولی از اون بالا عمودی فاصله که میگیری نگاه میکنی، شما در واقع فقط کجاهای اینا رو داری میبینی؟ شما داری در واقع پشت بوم های اونها رو میبینی دیگه. درسته؟ پس متوجه تو رفتگی و برآمدگی در واقع این چیزا نمیشی، طبقات نمیشی. الان این شکل صورتی رنگ ها از بالا نگاه کنیم، ما در واقع متوجه کاملا عمودی نگاه کنیم چی رو میبینیم؟ ما داریم در واقع اون چیزشو میبینیم، انگار مثلا پشت بوم باشه، قسمت بالاییشو میبینیم. یعنی ما داریم 6 تا مربع میبینیم.
پس بنابراین 4 تا این وره، 2 تا این وره، از اون بالا اون قسمت های بالای اون شکل رو میبینیم. 6 تا مربع رو کنار همدیگه خواهیم دید. خب همچنین این شکل رو از روبرو نگاه کن، یعنی اینجا که فرش زده روبرو، چشمتو اینور بذار نگاه کن. پس بنابراین اون وجهی از این شکل رو می‌بینی که روبروی تو قرار گرفته. یعنی شما 4 تا اون حالا مربع اسمشو بذاریم یا مستطیل بذاریم، حالا هر چی، 4 تا از اون 4 ضلعیا رو روبروی خودت مشاهده می‌کنی. و همچنین اگه از پایین نگاه کنی، خب چه اتفاقی میفته؟ شما 6 تا از اون مربع ها رو از پایین مشاهده خواهی کرد. خب و همچنین از سمت راستی که فلش برات زده به نگاه کنی، اون حالت ال شکل رو میبینی که برات رنگ کرده، شما هم رنگ میکنی. خب قاعده های منشورهای زیر را رسم کنید. خب بعد میگه در واقع دید از بالا یا همان مقطع، دید از بالا همون مقطع منشور هست. خیلی خب بچه، سوالتون در واقع قسمت بالای پایینم پاسخه. خب از سمت راست شروع کنیم. از سمت راست تصویر من دارم شروع میکنم. خب اون شکل بالایی سمت راست که بنفش رنگه، پس اگه از بالا نگاه کنی مقطعش رو میبینی. یعنی چند ضلعی میبینی؟ 5 ضلعی میبینی. اون شکلی که شبیه سوت میمونه از بالا نگاه کنی، خب همون شکل سوت اون قسمت بالاییش رو میبینی که براتون رسم کرده. اون یکی هم که تقریبا شبیه زد هست، از بالا نگاه کنی سبز رنگ رو، خب خودش رو میبینی که براتون رسم کرده. الر هم اون که شبیه ال میمونه در واقع، ال برعکس، اونم به همون شکل میبینی. و اونم که شبیه اچ از بالا نگاه کنی، همون مقطعی که بالا قرار گرفته میبینی. بلورهای کریستال های معدنی به طور طبیعی شکل میگیرن. اینا بلورهایی هستن که طبیعی خدا آفریده و حجم هندسی دارن. به نظر شما اینا چه شکلایی هستن؟ بچه بلور سمت راست رو که نگاه کنی که هر دانش آموزی ببینه سمت راستیه رو میگه خانم شبیه هرم میمونه. وسطیه رو نگاه کنی، انگار پایینش یه منشوری قرار گرفته، بالاش هرم. حالا من چشام خوب نمیبینه چند وجهیه، اگه شما میبینید میتونید وجهاشو بشمرید، اگر نه به طور کلی بگین یه منشور پایینه و بالاش یه هرم قرار گرفته. شکل سمت چپ هم وسطش در واقع یه منشور هست، دو طرف نوک تیز این ور اون ورش هم 2 تا هرم ظاهرا مساوی قرار گرفته.